با افتخار 31مین سالگرد روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده نیز چاره‌بینی‌های گوناگون ایدانه برگزار گردیده ایستادند. در تالار کاخ دوستی شهر با اشتراک رهبریت شهر ترسونزاده، فعالان و سابقه‌داران، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، سربازان و افسران و راهبران بخش و ساختارهای گوناگون چاره‌بینی تنتنوی برگزار شد. حکومت مملکت از روزهای نخستین تشکیلیابی قوه‌های مسلح تمام امکانیت‌ها را به حل مسئله‌های بنیادی اینفرаструکتور، تأسیس جزء و تام‌های مخصوص گردانیده شده، تامینات آنها با تکنیک و تجهیزات و فراهم آوردن شرایط ضروری خدمت و زندگی برای حیات شخصی سفر برنمود. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی به یک قطار راهبران ساختارهای مقامات قدرتی برای خدمت صافدلانه به خلق و وطن نشان سرسینگی و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. ذکر باید کرد که ارتش ملی 31 سال پیش تأسیس گردیده حالا به یک ساختار واقعاً با اعتماد و منظم و موثر دولت صاحب استقلال تاجیکستان تبدیل یافته است. حکومت مملکت به مسئله تامینات مادی و دستگیری اجتماعی خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق اعتبار اولین درجه ظاهر می‌نماید. بخصوص از 1 ینوار سال 2024 مزد مهنت عملکننده خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر کارمندان این مقامات 40% زیاد کرده شد. در قسم فرهنگی چاره‌بینی هنرمندان شعبه فرهنگ شهر با سرود و ترانه‌های وطن‌دوستی خاطر اهل تالار را بالیده ساختند. در ادامه چاره‌بینی‌های ایدانه از جانب مسئولین شعبه کار با جوانان و ورزش شهر ترسونزاده به هیئت شخصی قسم نظامی 051 059 گوارد ملی جمهوری تاجیکستان کتاب‌های بدیعی تقدیم گردیده برنامه فرهنگی برگزار کرده شد. جزء تام‌های قوه‌های مسلح در همکاری با ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه با شرف و مقدس خود حمایت وطن، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم را سربلندانه با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر و مهمتر از همه با روحیه بلند وطن دوستی، صداقت به دولت، وطن و خلق خویش اجرا می‌نمایند.